موجودی که میبینید منم، در حال گشت و گذار و دنبال چیزای جدید برای کشف کردن. اوا، اینم که منم. همونطور که مشخصه من از بچگی علاقه زیادی به کوهنوردی داشتم. صورتمو ببینین، انگار که من این کوه فتحش کردم و هیچ کس قبل از من این کارو نکرده بوده. خب حالا چی شد که من خواستم کوهنوردی رو به صورت تخصصی و یکم حرفه‌ای‌تر ادامه بدم. اولین تجربه کوهنوردی من برمیگرده به 18 نوامبر سال 2018 که در واقع میشه سال 1396. چیزی که پرواضحه، مدرسه‌مون یه مسابقه برگزار کرده بود که منم خیلی تصادفی توی این مسابقه ثبت نام کردم. من نه تجهیزاتی داشتم، نه هیچ ذهنیتی که یک کوهنورد چقدر میتونه سختی بکشه. با کمک مربیم فهمیدم که کوهنورد باید چجوری باشه و با تجربه‌ای که به دست آوردم فهمیدم که کوهنوردی چقدر طول میکشه، چجوریه و یا اصلا من به درد کوهنوردی میخورم یا نه. از اونجایی که من هیچ وقت خسته نمیشم و همیشه خود پر انرژیم، فهمیدم که کوهنوردی مناسب ترین رشته ورزشی برای منه. همطور که میبینین من از دیوار راستم بالا میرفتم. کوه که برای من چیزی نیست. پس تصمیم گرفتم که کوهنوردی رو به صورت جدی و حرفه‌ای‌تر ادامه بدم. البته اینم بگم که من عاشق خوابیدن توی طبیعت بودم. البته خب این عکس نشون میده که من همیشه توی ماشین میخوابیدم. اینو زیاد جدی نگیرید. این من امروزم که تصمیم گرفتم علاوه بر کوهنوردی برای شمایی که دارین چنل منو نگاه میکنین ولاگ‌هایی تهیه بکنم تا بتونین از تجربه‌های من استفاده کنین. شاید ولاگ‌های من زیاد جذاب و حرفه‌ای نباشه، ولی حداقل میتونین بخندین و یه ذره تفریح بکنین و همچنین اطلاعاتی به دست بیارین که شاید چنل‌های دیگه اونا رو به راحتی و حتی به صورت رایگان در اختیارتون قرار ندن. هدف من از درست کردن این چنل اصلا دیده شدن و یا حتی نشون دادن زیبایی هام نیست. پس ویدیوهایی که میذارم کاملا بدون فیلتر، آرایش و شما میتونید در واقع من رو در بدترین حالتی که عرق کردم و خسته هستم ببینید. پس لطفاً با هم احساس راحتی کنین و اصلا به این فکر نکنین که من یک دختر زیبای 20 ساله نوجوان هستم. به طور رسمی این اولین ویدیوییه که من توی چنلم آپلود میکنم. خوشحال میشم که منو سابسکرایب کنید، لایک کنید و منتظر ویدیوهای بعدی من بمونین. دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.